در بهشت برادران خواهرانم همه‌تون 33 ساله میشوید. آیا تصور کردید با پدرتان در یک خیلی سنی سال شدنتان را؟ شما و مادرتان در یک سنی سال میشوید و در بهشت شما و پدرتان مثل آدم علیه السلام بلند بشوید، میانه با بلندی 30 متر درازی. در بهشت شما به حاجت نمیبرید. در بهشت بیمار نمیشوید. در بهشت مانده هم نمیشوید. در بهشت عموما خواب نمیکنید. عموما در بهشت برادرانم پیر نمیشوید. عموما مانده نمیشوید. عموما مانده شدن رو حس نمیکنید. در حیات صاف تازه و پاک خوشبخت زندگی میکنید تا آخر، تا ابد. این مکافاتی که الله